امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون با مقصد شناسایی با وضع زندگی مردم، رفت کارهای آبادانی و سازندگی، افتتاح یک قطار انشاءات مهم و ملاقات و صحبت با ساکنان به ناحیه واسع ولایت ختلان تشریف آوردند. در فرودگاه موقتی ناحیه رهبر دولت محترم امامعلی رحمون را رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید و دیگر شخصان رسمی صمیمانه پیشواز گرفتند. سفر کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمون از افتتاح میدان پرچم و نشان دولتی که در میدان 13 گکتار بنیاد گردیده است آغاز یافت. میدان پرچم و نشان دولتی را که رمز افتخار و صاحب اختیاری است، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در فضای تنتنوی افتتاح نمودند. بلندی پایه پرچم دولتی تاجیکستان در مجموع با ته کرسیش 52 متر بوده، متای پرچم 7 متر پهنایی و 14 متر درازی دارد. نشان دولتی باشد 22 متر بلندی داشته، ته کرسی آن با سنگ مرمر آرا یافته است. میدان مذکور که در شهرک هولبوک واقع است، به مکان دلکش و تماشاباب برای سیر و گشت ساکنان تبدیل یافته است و برای برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون وطن دوستانه با جلب جوانان و نورسان پیش بینی گشته است.